نوکیا مدل 6120 با دوربین 2 مگاپیکسل. حدوداً 25 سال پیش این گوشی تو بازار ما بوده. بدنش پلاستیک بود ولی فوق العاده گوشی محکمی بود. خیلی راحت قابش عوض می شد. تک کارت، فلش، شارژر سوزنی می خورد. گوشی فوق العاده خوش دست و با اینکه بدنش پلاستیکی بود ولی قوی بود. زیادم برای تعویض این قاب پیش من می اومدن چون قابش خیلی راحت رنگش میرفت. البته قاب فابریکی خودش به این راحت نمیرفت ولی خب وقتی که به فابریک خودش خراب میشد دیگه بعد از اون هر قابی تعویض میکردی حتی این جنس رو یه مدت بعد رنگش میرفت. 6120 نوکیا.